من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا. از درس گذشته شبهاتی که یهود وارد می کردند اون شبهات را داشتیم می خواندیم. یکی این بود که اونها گفتند چرا جبرائیل امین حامل این پیام هست و حامل وحی هست، ما با ایشون مشکل داریم. نکته دوم در رابطه با قرآن بود که اونها می گفتند قرآن مثل تورات نیست، چون که در تورات اجازه ندای غیر الله هست، به دلیل اینکه سلیمان غیر الله را میخواند. سلیمان چگونه میخواند؟ سلیمان نبی، سلیمان پیامبر، به دلیل اینکه سلیمان سحر میکرد، جادو میکرد. خب در جادو ندای غیر خدا هست، غیر الله هست. جادو بدون شرک، بدون ندای غیر الله ممکن نیست. قرآن کریم اینجا جواب میده. الله تعالی می فرماید که سلیمان جادو نکرد. سلیمان کارش جادو نبود، بلکه
شیاطین و جنات که در عهد سلیمان بودند و در زمان سیدنا سلیمان بودند، اون جنات چه می کردند؟ اون جنات و شیاطین جادو می کردند. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اینها پیروی کردند از آنچه که شیاطین و مردة الجن میخواندند علی ملک سلیمان، یعنی فی عهد سلیمان، فی عهد ملک سلیمان، در عهد و در زمان پادشاهی سلیمان، در حالی که و ما کفر سلیمان، سلیمان خودش سحر نکرد. کفر یعنی سحر. سحر چی هست؟ کفر هست. سلیمان کارش جادو نبود. عنایت بفرمایید که چگونه حضرت سلیمان علیه السلام معروف شد و بنی اسرائیل ایشون را معروف کردند که جادو می کند و جادوگر هست. در زمان سیدنا سلیمان علیه السلام بازار جادو گرم بود، جادوگران زیاد بودند، بالخصوص مردة الجن و شیاطین کارشان جادو بود، آموزش جادو بود، مردم را تعلیم میدادند به جادو و فسادی ایجاد کرده بودند با جادوهای خودشان. حضرت سلیمان علیه السلام مطلع شدند. در همین زمان جنات کتابی هم نوشتند، شیاطین کتابی هم نوشتند که در اون کتاب تعلیم جادو بود، آموزش جادو بود و اون را در میان مردم پخش می کردند تا اینکه مردم جادو یاد بگیرند. سیدنا سلیمان علیه السلام مطلع شد، همه را جمع کرد، همه کتابها را جمع کرد، شیاطین را جمع کرد و تمام آنچه که جادو کرده بودند، جادو نوشته بودند، همه را زیر تخت خودش دفن کرد، جای دیگر از دست جنات نکرد و اینجا دفن کرد و شیاطین را بکار بست، جنات را بکار بست و همیشه کارهای سخت را که انشاءالله میخوانیم و کارهای مشکل را از شیاطین و از جنات میگرفت. لذا تا زمانی که سیدنا سلیمان علیه السلام زنده بود چیکار میکردند؟ اونها جرأت نداشتند که کاری بکنند، اونها در قید بودند، در بند بودند، در اسارت بودند. اما بعد از اینکه حضرت سلیمان علیه السلام فوت کرد، اولین کاری که جنات و شیاطین کردند خود سلیمان را بدنام کردند. در آوردند دفینه های جادو را، کتاب ها و صندوقچه هایی که درباره جادو بود و سلیمان اونها را دفن کرده بود، اونها را در آوردند و به مردم گفتند ببینید که سلیمان علیه السلام جادو می کرده. حتی چیزهای از خود نوشتن مثلا کتب آصف بن برخیا للملك سلیمان بن داود من ذخائر کنوز العلم و غیره. اینها کلماتی، عباراتی از این قبیل که میخواستن نشان بدهند که وزیر سلیمان آصف ابن برخیا جادوگر بزرگی بود، اصلا سلیمان حکومتش را با جادو اداره میکرد و این قدرت بزرگی که داشت و غیر از جادو کاری دیگه نداشت. به این شکل حضرت سلیمان علیه السلام را چی کردن؟ بدنام کردند و اون جادوها را مجددا در میان مردم آموزش جادو را پخش کردند. خب الله عزوجل خب برای خود یهود هم ظاهر نشد و برای خود یهود هم مشخص نشد که این پیغمبر خدا کار جادو نمی کرده. این که ما میگوییم قرآن اخبار را دقیق تر، اخبار خود اونها را دقیق تر حتی از خودشون بیان میکند،
نمونهش همینه، نمونهش اعدام کردن عیسی هست. برای اونها خودشون مشتبه شد که چی شد. اینها هم باور کرده بودند که این پیغمبر خدا با جادو حکومت خودش را اداره می کرد. اما قرآن مجید آمد و واقعیت ها را چی کرد؟ ظاهر کرد. قرآن میگه و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا. سلیمان کفر نکرد، اما شیاطین بودند که کفر میکردند. کفر نکرد یعنی سحر، جادو، اما شیاطین بودند که کفر میکردند. یعلمون الناس السحر، به مردم جادو آموزش میدادند. به مردم چی آموزش میدادند؟ جادو یاد میدادند و میخواستند که مردم را گمراه بکنند، مردم در فساد گرفتار بشند. مردم جادو یاد میگرفتند، بین زن و مرد تفریق میکردند، زن و شوهر را از همدیگر جدا میکردند، بینشان اختلاف میانداختند. این کار شیاطین بود. چنانچه امروز هم شیاطین همین کارها را میکنند، خانه مردم را، زندگی مردم را خراب میکنند و عرض کنم مردمی که راحت هستند راحتشون را از اونها میگیرند و آرامش را ازشون میگیرند. این کار شیاطین از قدیم بوده و هنوز هم ادامه خواهد داشت. اما مختصری اینجا من خدمت شما در رابطه با جادو عرض بکنم. یکی هست شعبده بازی. شعبده باز چیکار میکنه؟ با یک سری حرکات بسیار عجیبی و حرکات سریعی که انسان متوجه نمیشه، به هر حال کار خارق العاده نشان میده و مردم فکر میکنند که چه کمالی، چه هنری دارد، نشان میده. این شعبده باز است، این جادوگر نیست. این جادوگر نیست. این با مهارتی که دارد، با هنری که بلد هست، به هر حال در لحظه، در یک آن واحد یک چیزی را جابجا کرد، مردم ندیدن، بعداً از جای دیگه در آورد. این شعبده بازی میخواستم در ابتدای بحث جادو عرض بکنم که این غیر جادو هست. جادو چیه؟ جادو اونه که در جادو اولین کاری که میشه، اولین شرطی که هست، غیر الله خوانده میشه، از غیر خدا استمداد میشه و از ارواح خبیثه استعانت صورت میگیرد. در جادو از ارواح خبیثه چیه؟ از جنات، از مرده، از شیاطین مرده استعانت گرفته میشه و یک سری وظایف شرکیه خوانده میشه. یکی جادو دو تا ویژگی داره. یکی این که در اون استمداد غیر الله هست و دوم این که در جادو بیشتر که جادو انجام میگیرد با اشیاء نجس، پلید، ناپاک. مثلا جادو بلا تشبیه با ادرار، جادو با خون، جادو با ادرار سگ و حیوانات، با ادرار حیوانات. تا کسی بود در سالهای گذشته میگفت در همین زاهدان کسی هست که به هر حال سگی را پرورش میده و فقط کارش اینه که ادرارش را میگیره، ادرارش را میگیره، ادرارش را به جای میفروشه. هستند کسانی که ادرارش را میگیرند و بعضی این ادرار را میبرند، نمیدونن چه کار میکنن، پودری ازش درست میکنند و بعد با اون پودر کلمات جادو را مینویسند و جادو میکنند. لذا در جادو این دو چیز حتما هست. یکی که جادو با شیء نجسی انجام میگیرد، بلا تشبیه گاهی منی، و دوم این که جادو، در جادو استعانت از چی هست؟ از غیر خدا هست. در جادو حتما شرک هست، بدون شرک جادو انجام نمیگیرد.
چنانچه علامه آلوسی میگه و یستعان فی تحصیله بالتقرب الى الشیطان، در تحصیل جادو چه استعانتی هست، چه کمکی هست؟ تقرب به سوی شیطان، به ارتکاب القبائح، که انسان کارهای قبیح و نجس و زشت را انجام میده. خب چه زمانی انسان به شیطان نزدیک میشه؟ زمانی که انسان خودش را نجس بکند، زمانی که انسان خودش را ناپاک بکند، زمانی که انسان کار فساد انجام بده، بلا تشبیه کارهای بی عفتی انجام بده. لذا جادوگر هیچ وقت کار خوب انجام نمیده. زمانی اگر نماز بخواند خب تقرب شیطان حاصل نمیشه، تباعد عن الشیطان حاصل میشه. پس با کارهای قبیح اگر کسانی بلا تشبیه زنا میکنند و جادو میکنند هم عجیب نیست، جادوشون اثر بیشتری دارد. به ارتکاب القبائح قولا كالرقى التي فيها الفاظ الشرك، قولا یعنی هم قبائح انجام میدند، مثل رقیه هایی که در اونها الفاظ شرک هست. این روش جادو هست. شاه عبدالعزیز رحمه الله محدث دهلوی، کسی که به هر حال در این فن تقریبا بیشتر نوشتن، شما در مسئله اله در مقدمه هم خواندید که بیشتر عبارتها در این باب از شاه عبدالعزیز رحمه الله بود، در باب تخصص جن و جنیات و چگونه اونها مردم را گمراه میکنند و چگونه مردم استعانت میکنند به اونها. حضرت شاه عبدالعزیز رحمه الله بیشتر مهارت دارد و بیشتر در این باب نوشته. ایشون در تفسیر خودشون نوشتند جادو 13 قسم دارد، بعضی گفتن 15 قسم. جادو 13 قسم دارد، چون که کتابشون به فارسی هست. در همه شرک و ندای غیر الله وجود دارد و نیز غیر الله را قادر و عالم الغیب میدانند و فرمود جادوگر باید کشته شود و جنازه اش خوانده نشود و در قبرستان مسلمین دفن نشود، چون که جادوگر حقیقی واقعا کافر است. قرآن هم میگه و ما کفر سلیمان، یعنی و ما سحر سلیمان. پس سحر چی هست؟ کفر هست. سحر شرک صریح هست، سحر نجاست است، استمداد از شیاطین است. لذا این حقیقت جادو هست. الله عزوجل می فرماید که سلیمان جادو نکرد. و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا، اما شیاطین کفر کردند. یعلمون الناس السحر، مردم را سحر آموزش میدادند، جادو آموزش میدادند. و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت. این هم عطف بر تتلو الشیاطین، یعنی واتبعوا ما انزل علی الملکین. این مردم پیروی کردند از چه چیزی؟ از آنچه که نازل شد بر دو ملک، بر دو فرشته در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. خب این هاروت و ماروت چه کار می کردند؟ ببینید من اینجا چند قول خدمت شما عرض می کنم که مفسرین نوشتند. یکی قولی که عموم مفسرین ما نوشتند و بر این اعتقاد و باور هستند، اون اینه که در زمانی بعد از سیدنا سلیمان علیه السلام، وقتی که مردم، پیغمبری اون زمان نبود، وقتی که مردم همه به جادو روی آوردند، جنات کتابهای جادو را پخش کردند و
همه به هر حال جادوگر شدند. فرق جادو و معجزه حتی مشخص نبود. به پیغمبران هم جادو را نسبت میدادند، مردم گمراه شدند. نبوت را هم نوع جادو میدانستند. خداوند تعالی 2 ملک را فرستاد در میان مردم بیایند، به مردم آموزش بدن، بگند که جادو چیه و چی معجزه چیه. لذا جادو را یاد میدادند و حقیقت جادو را برای مردم میگفتند. اما وقتی که جادو یاد میدادن به مردم میگفتن ببینید از آنچه که ما به شما یاد میدهیم سوء استفاده نکنید. اما مردم سوء استفاده کردن. چیکار کردن؟ فیفرقون بین المرء و زوجه. عنایت فرمودید. پس بر اساس آنچه که عموم مفسران میگویند اینها 2 ملک بودند، چنانچه آلوسی میگه هذان الملکان انزلا لتعلیم السحر. این 2 ملک و این 2 فرشته فرود آمدن برای آموزش سحر. ابتلاء من الله تعالی للناس، ابتلاء من الله تعالی للناس، به خاطر اینکه خدا از طرف خدای تعالی مردم را چکار بکنه؟ امتحان بکند. ابتلاء من الله تعالی للناس، روح المعانی. خب پس اینها آمدن تا مردم فرق سحر و جادو را بدانند. اون چی که در تفاسیر ما هست همینه. اما یک داستان دیگری که داستان اسرائیلی هست و متاسفانه در تفاسیر ما نه که در روایات حتی زیاد آمده، در روایات حدیثی هم زیاد هست، حتی به قدر زیاد هست که همه مفسران این را رد کردن. اما بعضی از مفسران بنام چنان متأثر شدن، میگه درسته که این روایت های ضعیفی هست، ولی از بس که طرقش زیاده انسان یه مقدار شک دارد که نکند این صحیح نباشد. یعنی بعضی از مفسران حتی از بس که طرق این روایت ها زیاد هستند مشکوکی که این روایت درستی نباشد. خب این روایت چی هست؟ این روایت اینه، همونی که در میان عوام مردم هم معروف هست که اینا 2 تا فرشته بودند و اینها مسخره کردن انسانها را، بشر را. گفتن اینا چطور گناه میکنند، چقدر معاصی میکنند، چه جنایت های انجام میدهند. خداوند عزوجل نپسندید این غرورشان را، کبرشان را. خداوند گفت شما اگر اونجا هم باشید زمین، شما هم این کارها را میکنید. اونها گفتن ما هرگز این کار را نمیکنیم. لذا خداوند به این 2 تا فرشته چی داد؟ عرض کنم که غریزه های انسانی و فطرت های بشری که اینها به هر حال همین غریزه که انسان دارد، نیازی که انسان دارد، نیاز به خورد و نوش دارد، نیاز به هر حال ارضای شهوات دارد، این غریزه ها را در میان اینها چیکار کرد؟ ایجاد کرد و اینها را دستور داد که روزانه بروند برای مردم حل و فصل بکنند، قضاوت بکنند. اینها هر روز می آمدند روی زمین و به کارهای مردم و به امور مردم می رسیدند، رسیدگی می کردند. این فرشته ها چند وقتی که کار کردند، آخر زنی بسیار بلا تشبیه زیبارو، بسیار عرض کنم که زیبا پیش اینها آمد و مشکلی داشت. اینها وقتی که این زن را دیدند هر 2 فریفته شدند، هر 2 عاشق شدند و اون زن را ترغیب دادند به طرف کار حرام، طرف کار بد. اون زن گفت که من به شرطی آماده هستم که من شوهر من را از اول بکشید که شوهرم
مانع هست. به هر حال شوهرش را کشتند. بعداً اون زن گفت که باید برای بت من هم سجده بکنید، خدای من. اینها رفتند خدایش را هم سجده کردند و آخر وقتی که نوبت رسید که با اون زن نزدیکی بکنند، اون زن گفت که آخرین شرط من اینه که این اون چه که شما میخوانید و هر شب به آسمان میرید اون کلمه را به من یاد بدهید. اونا گفتن این اسم اعظم هست. اسم اعظم را هم به او یاد دادن. اون زن اسم اعظم را خواند و رفت، به آسمان رفت. و الان ستاره زهره میگن همون زن هست. ستاره زهره داریم نه؟ ستاره به نام زهره و عطارد و زحل و این همون زن هست. اینها را خداوند عزوجل مؤاخذه کرد. اینها عذرخواهی کردن. خداوند فرمود نه، شما هم شرک کردید، هم قتل کردید، هم اراده زنا. شما آیا در قیامت عذاب میخواهید یا الان؟ اینا گفتن خدایا در همین دنیا ما عذاب میخواهیم. خداوند تعالی اینها را در شهر بابل در چاهی آویزان کرد و اینها تا قیامت آویزان هستن. شکنجهشون همین است تا قیامت که این عذاب را بکشن، بعد از اون تمام میشه. این داستان هست که این داستان یک داستان به تمام معنا اسرائیلی هست، از اسرائیلیات نقله. اگر در کتاب‌های ما هم باشد، چون بعضی هستن که نسبت دادن به عبدالله ابن عمر غالبا به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما این غلط. عبدالله ابن عمر از کعب احبار گرفت. اگر صحابه هم نقل میکنند و روایت میکنند، تحقیق همینه که از طریق کعب احبار. کعب احبار هم گناهی ندارد، عالم یهودی است از کتاب‌های یهودیان. کتاب‌های یهودیان همه کتاب‌ها چی هستند؟ کتاب‌های محرفی هستند. خب الان ما هم بگیم لا نصدق ولا نکذب، نخیر، این از اون موارد لا نصدق ولا نکذب نیست. لا نصدق ولا نکذب جای میگیم که جریانی باشد که اون جریان با عقاید اسلامی، با اصول دینی ما مخالف و معارض نباشد. این هر دو مسئله که از تورات ثابت باشند یا از روایت های اسرائیلی ثابت باشند، این هر دو مسئله، هم مسئله جادوی سلیمان و هم این داستان دروغین هاروت و ماروت، این هر دو مسئله با صریح قرآن مجید، با آیات صریح مخالفند. با آیات صریح چیند؟ مخالفند. حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر خداست. ما معتقدیم که پیغمبران معصوم هستند. الله عزوجل می فرماید لا ینال عهدی الظالمین، عهد من یعنی نبوت به ظالمین نمیرسه. کسانی که ظلم میکنند، کسانی که گناه میکنند. مختصرا درباره عصمت انبیا هم انشاءالله برای شما عرض میکنم، صحبت میکنم. کسانی که پیغمبر هستند گناه نمیکنند. خب این روایت اسرائیلی میگه که سلیمان علیه السلام جادوگری میکرد، یعنی کفر. آیا باید اینجا بگیم لا نصدق ولا نکذب؟ نخیر، این را باید به دیوار زد، بگیم این دروغ محضه. یا اینکه در رابطه با هاروت و ماروت بگیم که اینها به هر حال فرشتگانی بودن، چنین کردن، از اسرائیلیات هست، لا نصدق ولا نکذب. نخیر، این مخالف صریح قرآن مجید است. الله عزوجل در چند جا درباره فرشتگان میگه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اینها خدا را نافرمانی نمی کنند، اینها ذره خطا نمی کنند، ذره اشتباه نمی کنند. و چطور به طرف اینها نسبت بدیم هم قتل را، هم زنا را، هم
عرض کنم که سجده غیر الله را، همه اینها را با یک داستان بیاین چی بکنیم؟ ثابت بکنیم. لذا این داستان را میگیم این دروغه، این موضوع هست، این کذبه، این از اون اسرائیلیاتی است که نمیشه در مقابل این چی کرد؟ سکوت کرد. اما جای تأسف هست که تفاسیر ما هم این را نقل کردند. لذا تأکید میکنم که اگر در تفسیر معتبری دیدید که این داستان هست قبول نکنید. در تفاسیر اسرائیلیات هم فراوان هست. لذا در پایان این بحث که هنوز این بحث ادامه دارد، پایان نیست، همین بخشش من عبارت علامه اندلسی را میخوانم، تفسیر بحر المحیط را درباره همین روایت. ایشون میفرماید اعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده. اعلم ان هذه الروايه فاسده مردوده. این روایت چی هست؟ فاسد و مردود هست، غیر مقبوله، مقبول نیست. لانه ليس في كتاب ما يدل على ذلك. در هیچ کتابی نیست که به این روایت را تایید بکند و بر این دلالت بکند. بل فیه ما یبطلها، بلکه در کتاب هست آنچه که این روایت را باطل می کند. این عبارت کبیر بود، عبارت اندلسی بعد میاد. کبیر اندلسی میگه و هذا كله لا يصح منه شيء. و هذا كله، این همه نقل هیچ چیز ازش صحیح نیست. والملائکه معصومون، ملائکه معصوم هستند. لا یعصون الله ما امرهم، خدا را نافرمانی نمی کنند. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. بحر المحیط. خب پس در رابطه با این روایت که روایت بگیم زهره، لذا عرض کردیم که این روایت چی هست؟ کذب محض است، دروغ محض است و روایت فاسدی هست. این دو تا بزرگواران امام رازی و علامه اندلسی هر دو تصریح کردند. اما من می پردازم به اون روایت اولی که عموم مفسران نوشتند، هم اساتید ما می گفتند، هم روح المعانی نوشته. اون روایت هم به دل نمی خورد. این را اگر شما به تفردات بنده بیارید هم میتونید که این روایت هم روایتی هست که در تفاسیر نوشته، اصلا همخوانی ندارد با آموزه های ما. چطور؟ ما الان خواندیم که صورتهای سحر و جادو همه صورتهای چی هستند؟ شرک. اون وقت ما بیاییم بگیم که خداوند تعالی چیکار کرده؟ دو تا فرشته فرستاده که به مردم آموزش بدند که مردم فرق جادو چی را بدانند؟ جادو و معجزه را بدانند. آیا یعنی این به نظر شما میتونه صحیح باشه؟ خداوند که همه انبیا را میفرسته که مردم شرک نکنند، باز جادو که در اون شرک هست میفرسته که باز جادو یاد بگیرند، و باز هم اون هدف قرآن میگه برآورده نمیشه. هدف چی بود؟ هدف این بود که عرض کنم خدمتتون که مردم به فساد مبتلا نشند، به طرف جادو نرند، معجزه را جدا بکنن. ولی باز هم مردم چی کردن؟ فیفرقون به بین المرء و زوجه، بین انسانها و بین همسرانشون تفریق ایجاد میکردن. یعنی اون هدف برآورده نشد. پس بی خود العیاذ بالله خداوند ملک فرستاد. خب میتوانیم بگیم امتحان الهی بود و آزمایش، ولی خداوند عزوجل با سحر و با جادو امتحان بکند، این زیاد. اصلا انسان نگاه میکند با روح قرآن،
بر روح وحی الهی همخوانی ندارد. لذا با عرض معذرت این را هم بنده قبول ندارم. چی هست؟ خیلی تفحص کردم ببینم که بقیه مفسران چی میگویند، تفاسیر دیگه چی میگویند، تا اینکه در کتابی اقوال بعضی از مفسران که اونها هم اقوال خودشون هستند، اقوال خصوصی و تفرداتشون هستند، اون اقوال به دست آمد و مقداری از اون اقوال انسان بیشتر چی میشه، راحت میشه که اون اقوال نسبت به این قول اونا چی هستن؟ بهتر هستن. اولین قول و اولین عرض کنم نظر مال محقق عصر یا امام العصر علامه انورشاه کشمیری رحمه الله هست. ایشون میفرماید که و ما انزل علی الملکین، همونطور که گفتیم ما موصوله هست. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان. واتبعوا ما تتلو الشیاطین و ما انزل علی الملکین. اینا پیروی کردن از آنچه که بر ملکین نازل شد. خب اینجا قرآن نگفته بر ملکین چی نازل شد، نگفته بر ملکین سحر نازل شد، ملکین سحر آوردند، نه، بلکه ایشون معتقد هستند که این دوتا فرشته بعد از وفات حضرت سلیمان شیاطین به انسانها سحر آموزش دادند و سحر یاد دادند، جادو یاد دادند و انسانها شیاطین را غیبدان می دانستند. با سحر و با جادو انسانها شیاطین را چی می دانستند؟ غیبدان می دانستند. در این زمان پیغمبری دیگر وجود نداشت. خداوند تعالی برای هدایت و نجات بنی اسرائیل دو فرشته فرستاد. این فرشتگان چی به مردم آموزش دادند؟ این فرشتگان به بنی اسرائیل اسما و صفات الهی را که از تورات مأخوذ می شدند، اسما و صفات الهی را که از تورات مأخوذ می شدند، از تورات گرفته می شدند، اونها را به مردم یاد دادند. به مردم چی یاد دادند؟ اسما و صفات الهی را، که این اسما و صفات الهی در مقابل سحر بود، ضد سحر بود. الان هم آیات قرآن مگر در مقابل سحر نیست؟ جادوگر جادو می کند، دیندار معوذتین را می خواند، رسول الله معوذتین را نخواند در مقابل جادو. لذا اینها چیکار کردند؟ اسما و صفات الهی را گرفتند، در مقابل سحر به مردم یاد دادند که این را علم الاسرار میگویند. علم الاسرار یا علم اسما و صفات الهی. و زمانی که فرشته ها اونها را یاد میدادند، توصیه میکردند به اونها که وقتی که حقیقت بر شما منکشف شد و حق و باطل را تشخیص دادید، شناختید این حق است، این نام خداست، چقدر برکت دارد، چقدر تأثیر دارد، اون جادو هست. لذا توصیه کردند که هرگز به طرف جادو نروید و کتاب الله را پشت سرتون نیندازید، شما به کتاب الله عمل بکنید. و گفتند که اگر این کار را کردید، به طرف جادو رفتید، کتاب الله را انداختید، کافر میشید. چون ما این کلمات را میگیم تو آیه اینها هست، فلا تکفر. اگر کتاب الله را پشت سر انداختید و دنبال جادو که شیاطین یاد میدهند رفتید، کافر میشوید.
و گفتن گویا وجود ما امتحانی هست، انما نحن فتنة، نه، وجود ما امتحانی هست که بعد از آمدن ما و تعلیم ما دیگه تابع شیاطین نباید بشید. خداوند ما را فرستاده دیگه تابع ما بشید، یعنی نامهای الهی را، اسماء و صفات الهی را که ما به شما یاد میدهیم باید دیگه به طرف سحر و جادو هرگز نروید. اما بنی اسرائیل چیکار کردند؟ سوء استفاده کردند، به طرف جادو رفتند، کفر کردند، با وجود اینکه فرشتگان به اونها چیزهای خوبی یاد دادند. متوجه شدید؟ پس این تفسیر واقعا با آموزه های قرآن مجید تعارضی ندارد، تناقضی ندارد. در این تفسیر چی هست؟ یاد دادن سحر نیست، در این تفسیر یاد دادن اسماء و صفات الهی هست، یاد دادن نام الله هست در مقابل جادو. اما تفاسیر دیگری هم هست. یک تفسیر دیگر اینه که ما نافیه هست. این فرا نحوی امام فرا گفته و ما انزل علی الملکین، این ما نافیه هست، یعنی میگه و ما انزل علی الملکین، بر دو تا فرشته یعنی هاروت و ماروت چیزی نازل نشد، بلکه شیاطین بودن که مردم را سحر یاد میدادند. پس این تفسیر سوم میگه، یا تفسیر چهارم با اون تفسیر موضوع، این تفسیر چهارم میگه که و ما کفر سلیمان هم جادو نکرد، و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، بر ملکین در شهر بابل یعنی هاروت و ماروت چیزی به نام سحر نازل نشد. و تفسیر چهارم را خدمت شما عرض میکنم، آخرین تفسیر یا تفسیر پنجم میشه. اون این هست که بنی اسرائیل میگفتند بر دو ملک هاروت و ماروت چی نازل شده؟ سحر نازل شده و اونها به مردم سحر یاد میدادند. اینجا امام قرطبی و امام ابن جریر میگویند که این ما نافیه هست و هاروت و ماروت دو تا شیطان بودند، دو تا فرشته نبودند. اصل آیه این طور است و ما انزل علی الملکین ببابل، در شهر بابل بر دو ملک اونطوری که در میان بنی اسرائیل معروف هست چیزی نازل نشد، یعنی ما انزل شیء. هاروت و ماروت عطف از چی؟ ببخشید، بدل هست از شیاطین. و اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اینها پیروی کردند از آنچه که شیاطین میخواندند. اینها دو تا معلم سحر بودند، دو تا معلم جادو بودند. ما تتلو الشیاطین، آنچه که شیاطین میخواندند، یعنی که یعنی هاروت و ماروت، یعنی هاروت و ماروت. اما این هاروت و ماروت سحر آموزش میدادند و خودشون شیطان بودند و زندگی مذهبی بنی اسرائیل را هدف قرار دادند و بی گفتند که اگر شما از ما سحر یاد گرفتید کافر میشوید. اما بنی اسرائیل چنان گمراه بودند که با وجود این جمله هم چی میکردند؟ سحر یاد میگرفتند. پس بر اساس این تفسیر میشه که واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یعنی هاروت و ماروت. این هاروت و ماروت و ما یعلمانه، هیچ کسی را آموزش نمیدادن، حتی میگفتن ما چی هستیم؟ ما فتنه هستیم، ابتلا هستیم، اگر جادوی ما را یاد گرفتید کافر میشید. اونا میگفتن پروایی نیست، کافر شدند. خب ما اگر این سه تا تفسیر بودن، یکی مال علامه قرطبی بود، یکی مال امام فرا بود، یکی مال علامه انورشاه کشمیری بود، اگر این سه تا تفسیر را هر یکی را بگیریم زیاد مشکل پیدا نمیشه. اما اون تفسیرهایی که عموم مفسران گفتند که این دو تا فرشته آمدند و اینها چیکار کردند؟ اینها مردم را آموزش دادند
آموزش سحر دادند، این با عرض کنم که وحی کلام الهی، با وحی الهی و با روحیات وحی همخوانی ندارد. اما یک قرائت دیگری هم هست از ابن عباس رضی الله عنهما که قرائت متواتر ملکین هست، اون هست ملکین. اون چی هست؟ ملکین. اگر اون قرائت را بخوانیم وقت مشکلی پیدا نمیشه. ملکین یعنی دو تا پادشاه، دو تا رئیس. اون وقت همین تفسیری که قرطبی کرده و ابن جریر کرده، این تفسیر چی هست؟ درسته. این تفسیر درسته، یعنی آنچه که نازل شد بر دو تا پادشاه، یعنی هاروت و ماروت. یعنی این دو تا پادشاه چیکار میکردند؟ اینها مردم را جادو آموزش میدادند. خب ما اکنون بر اساس همون تفسیری که علامه انورشاه کشمیری کرده ترجمه میکنیم. الله تعالی می فرماید واتبعوا ما تتلو الشیاطین، بنی اسرائیل پیروی کردند از آنچه که شیاطین میخواندند. مردت الجن و هو قول الاکثرین، روح المانی گفته شیاطین کیا هستند؟ جنات متمرد. بنی اسرائیل از آموزه های جنات متورد علی ملک سلیمان که در زمان سلیمان اونها سحر میکردن، پیروی کردن. و ما کفر سلیمان، اما خود سلیمان علیه السلام سحر نکرد، جادوگری نکرد، کفر نکرد. ولكن الشیاطین کفروا، اما شیاطین بودن که کفر کردن. چگونه کفر کردن؟ یعلمون الناس السحر، آموزش دادن مردم را سحر، مردم را جادو آموزش دادند. و همچنین بنی اسرائیل پیروی کردند. و ما انزل علی الملکین، آنچه که نازل شد بر دو فرشته. چه نازل شد بر دو فرشته؟ اسماء و صفات الهی که گرفته شده از تورات بودند در شهر بابل، یعنی هاروت و ماروت. و این دو فرشته و ما یعلمان من احد، آموزش نمی دادند هیچ کسی را، حتی یقولا، حتی که می گفتند، احتیاطا می گفتند انما نحن فتنة، ای مردم ما آزمایشیم برای شما. الفتنه الاختبار والامتحان. ابو السعود، ما امتحانیم، ما آزمایشیم، ببینید که به این اسماء و صفات الهی شما عمل بکنید، به طرف جادو نروید. فلا تکفر، یعنی بعد از واقعیت، بعد از اینکه حقیقت را فهمیدید دیگه کفر نکنید، یعنی سحر نکنید. اما مردم چی کار میکردن؟ آموزش میگرفتن از اونها آنچه که تفریق میکنن به وسیله آن بین زن و شوهرش. ببین امروز هم هستن کسانی که بین مرد و زن جدایی میکنند. مرد رفته زن دوم گرفته، زن دیگه گرفته، لذا میروند چیکار میکنن؟ بین مرد و زن تفریق ایجاد میکنن، مرد را دیوانه میکنن، جادو میکنه. یه مردی میاد 3 زنش را در یک شب طلاق میده، بعد قسم یاد میکنه که من اصلا اراده ای نداشتم، نمیدونم چی شد. یعنی چنان به هر حال گمراه میکنن مردم را و چنان تفریق ایجاد میکنند که از اون کار بنی اسرائیل هم بدتر. لذا انسان برای مقاصد سوء، برای مقاصد بد، حتی از آیات قرآن اگر استفاده بکند هم حکمش همینه که این گناه کبیره است. یا یک انسانی را فریفته می کنند. بعضی عامل ها هستند اینجا کمتر هستند، از طریق جنات اورادی منترهایی می خونند و هرچی که انسان ها برن فقط پول خودشون را می گیرند. در تفسیر مولانا عبیدالله سندی جریانی دیدم که یک عاملی بود، اونجا عامل میگوین اونهایی که تعویذ نویس و دعا نویس هستند. عاملی بود، هر کسی که برای هر هدفی میرفت مینوشت، هم خیلی وارد بود، تأثیر میگذاشت. و کسی می آمد می گفت که من عاشق کسی هستم، خب می نوشت، اون طرف سرگردان می شد و چیکار می کرد؟
می آمد پیش همون عاشق، به اصطلاح پیش طالب. آخر یک کسی میخواست که این عامل را مجبور و وادار بکنه به توبه و نشان بده که چه کار بدی داره میکنه. آمد گفت که من عاشق یک دختری هستم و شما بنویس که بیاد پیش من، سرگردان بشه، به هر حال تعویضت اثر بکنه. این عامل گفت که اسمش را و اسم پدرش را، مادرش را، گفت روم نمیشه اسمش را بگم. گفت خب بنویس روی کاغذی. اون نوشت روی کاغذی اسمش را، اسم دختر خود عامل را نوشت. این عامل متوجه نبود که این دختر خودم هست، لذا عامل برایش نوشت. بعد از چند روز دخترش دیوانه شد، خانه پدر را ترک کرد و رفت پیش اون. بعداً عامل متوجه شد که چه کار بدبختانه‌ای داره میکنه، خونه مردم را خراب میکنه و به جان و مال و آبروی مردم داره تعرض میکنه. بعد از اون توبه کرد، گفت که دختران بقیه مردم هم دختران خودم هستن و این کار را ترک کرد. این جریان نوشت مولانا. الان خیلی از افراد هستن متاسفانه که این کارها را میکنن. این کارها کارهای بنی اسرائیلی هستند، اینها درست نیستند. اینقدر انسان دنبال دعا نویس ها و تعویض نویس ها برای حب و برای جدایی و برای فلان و برای فلان، حتی الان کارت دارن، کارت چاپ میکنن، کارت ویزیت، کارت های تبلیغاتی که مولانا فلان و عامل فلان و این دعا می نویسه. به هر حال ببینیم اینها از کجا آمده پیش در دین اسلام. لذا الله می فرماید که فیتعلمون منهما، خیانت یهود، آموزش می گرفتن ما یفرقون به بین المرء و زوج، چیزهایی را که بین انسان و بین همسرش جدایی ایجاد می کردن. اما خداوند می فرماید که تا زمانی که خدا نخواد اینها اثری، اینجا دفع شبهه، مگر جادو اینقدر اثر دارد؟ اینقدر نافع و ضار هست؟ الله می فرماید وما هم بضارین به من احد الا باذن الله، به وسیله این عمل نمی توانند ضرر برسانند من احد، هیچ کسی را، الا باذن الله، مگر به اذن الهی، به اجازه الهی. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آموزش میدهند آن چیزی را که یضرهم، ضرر میرساند آنها را، ولا ینفعهم، هیچ نفعی برایشان ندارد. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق. الله عزوجل اینجا تقبیح این عمل را، قباحت این عمل را، زشتی این عمل را به صورت بلیغی بیان می فرماید. الله می فرماید این علما می دانند، این علماء یهود، اونهایی که این کارها را انجام می دهند، بین انسانها تفریق و جدایی ایجاد می کنند. ولقد علموا، بدرستی که لمن اشتراه، هر کسی که این را خریده، هر کسی که این را انتخاب کرده، اختیار کرده، ما له فی الآخرة من خلاق، نیست برای او در آخرت هیچ سهمی، هیچ نصیبی. آخرت سهمی ندارد، سهم این همین دنیایش هست. ولبئس ما شروا به انفسهم، بسیار بد است آنچه که فروختن، شروا به معنی باعوا، فروختن به وسیله انفسهم. انفسهم تفسیر بحر المحیط نوشته بئس ما باعوا به حظوظ انفسهم، بسیار بد است که فروختن حظ نفسشون را. حظ نفس هر یک از ما چیه؟ سهم نفس ما بهشت هست یا نیست؟ این سهم بهشت خودشون را فروختند. بئس ما باعوا به حظوظ انفسهم السحر، به چی فروختن؟ به جادو. بحر المحیط. لو کانوا یعلمون، این تمنی هست، کاش میدانستند چه خساره و چه ضرر بسیار بزرگی. خب این علماء یهود بودند که اینها کارشان کار چی بود؟ جادوگری بود. از آن دو
فیتعلمون منه. و عرض کردم اونها می گفتند که از این اسماء و صفات الهی سوء استفاده نکنید. اونها همونطور که عرض کردم بسا افرادی هستند که از آیات الهی هم سوء استفاده، تأثیرات خودشون را دارن. اونها گفتن که اینها را برای کار خیر استفاده بکنی، برای اینکه جادو را دفع بکنی، ولی اونها سوء استفاده کردن. به وسیله اونها تفریق بین المرء و زوجه می کردن. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين